اونا در سکوت تجمع خودشون رو برگزار میکنن. یکی از من پرسید چرا سکوت؟ برای اینکه سکوت بلندترین فریاد هست و ما تصمیم گرفتیم که در اینجا حالا این مدت همینطور گذشت، ولی در اینجا از این به بعد لطفا شما هم یادتون باشه به دوستاتون هم بگید در ساعت اول یعنی از 3 تا 4 ما واقعا در سکوت